حاجی 10,000 فیلم 4K تو یک ثانیه خیلیه. اصلا فراتر از حد تصور منه. منو باورم نمیشه. بعد نشونم بدن. موه حاجی 10,000 فیلم 4K بهشت تو جقیاست. یک ثانیه. اصلا تو یک ثانیه 10,000 تا فیلم 4K. خیلی حرف حاجی. 10,000 فیلم 4K تو یه ثانیه. آقا ژاپن یه نتی زده، یه سرعت نتی آورده، یه یعنی فیبرای جدیدی آورده، یه کابلی طراحی کرده که تو یک ثانیه 1,000,000 گیگ سرعت دانلودشه. اینجوریه داستان. 1,000,000 گیگ میشه چند ترا؟ 1000 ترابایت. 1000 ترابایت. 1000 ترابایت میشه. 1000 ترا. 1000 ترا یه ثانیه. تو میری هارد میخری چند ترا؟ 1 ترا 2 ترا. دانلود میکنه، انتقال میده همش. خیلی چیز عجیبیه. ژاپن دیگه. وقتی داداش توییتا میزنی سونی ماره توئه، این دستگاه رو تو میزنی سال 2005 میدی بیرون دیگه، انتظار داری الان مثلا این فیلم نداری. آره 2005 بود. یادی کنیم از اونایی که میخواستن ایران و ژاپن کنن. ایران ژاپن میشه. نظر شما چیه؟ ایران ژاپن میشه داستان چیه؟ عالیه. فکر کنم پهلوانان انیمه بشه. خیلی چیز خفنیه. فکر کنم مثلا پهلوانان مهران رجبی یاد میاد تو پهلوان پوریا این انیمه چی اسمشه؟ انیمه پهلوان رفت تو آی ام دی بی تایمی. آره 40-50 شده بود. آره خیلی جالب. خدا حفظشون کنه. پهلوان پوریا و رشاهد. اگه ایران بشه ژاپن، ژاپن میشه کجا؟ دقیقاً موقع چیکار کرد؟ یه سوال سختی پرسیدی داره مغزم پردازش میکنه. داستان اینه. ژاپن اسلامی خیلی حرفه. ژاپن ژاپن محکمن. خیلی حرفه. و اون موقع میخوام الله اکبر چی میگم پیش من میخوام که الله اکبر. الله اکبر. خیلی عادت تأکیدی و تشدیدی. من محکم نمیخندم، سرخ میشم، شبیه هلبوی میشم. شما هلبوی. عرضم به اینا ساخته این چیزی که گفتی رو ساخته و داره استفاده میکنه. هنوز نرسیده دست مردم، اما میخوان پخش عموم بزنن. 1,000,000 گیگ بر ثانیه، 1000 ترا بر ثانیه، 10,000 فیلم 4K تو یه ثانیه. واقعا خیلی هستن. برای چه منبعی این؟ تو فکر کنم نصف اینترنت رو باش دانلود کنی. من یادم سال 92 بود، اون موقع می‌خواستیم آلبوم دانلود کنیم، تو مدرسه بودیم، آلبومو میذاشتیم شب، صبح دانلود میشد. آره دیگه. بعد گوشی رو میذاشتی رو دب بالکنی، رو پنجره یه جای. آره اون موقع الان همت کنن اپراتور، یعنی خیلی همت کنن خیلی دیگه همت کنن. خواستم ذکر بگم انقدر گفتی همت کنن. اگر همت یه همتی باشه که همت کنن، این همت نهایتا نت در شب بشه 6 مگ یا 7 مگ بر ثانیه. خیلی دیگه همت. نه خدایی حاجی، من عجیب غریب گوشیم توی خونه بودیم دانلود میکردم، توی مسیری که میرفتم سمت پادگان، کال اف دیوتی مثلا مودرن وارفر 2، کال اف دیوتی بلک اپس 2، هر چیزی بازی میخواستم دانلود کنم، توی نیم ساعت من 30 گیگ بازی دانلود میکردم. من به ناسا وصل بودم، به رفیقام میگفتم، فکر میکردم من دروغ میگم. میرسیدم، من نمیگم دروغ میگم، اما استارتشو تایم میگرفتم، استارتشو میزدم، استارت دانلود رو، کرک و همه چیزاشو، میرسیدم دم پادگان نشونش میدادم، یارو میمون به کجا وصلی، به چی وصلی؟ باش ورامین اینجوریه دیگه. واقعا ورامین اصلا ورامین واشنگتن دی سی پنتاگونه. خیلی عجیبه. پنتاگونه ورامین. یه ورامین در سطح جهان داره و اونم ورامینه. یه دونه ورامین بیشتر نداریم. حالا فکر کن مثلا بیا تو ورامین ببین یه ربات داره راه میره. یه ربات داره راه میره، بعد شمارت تو بگیره. ازدواج با هوش مصنوعی. چرا باید بگیره شما رو؟ ازدواج با هوش مصنوعی. فکر کن آقا هوش مصنوعی هنوز به اون نقطه نرسیده. میرسه. آقا میرسه. فکر کن رسیده. مگه تو نمیگی آقا آره اسکینیه؟ دوستش مرد باشه؟ میتونست مردم باشه. دوستش مرد باشه؟ آره. نه دستشو باز گذاشت. دوستش مرد باشه؟ نه مرد نبود، دست از دعوا میشه. نه ولی خب نمیدونم داستان چی بوده. فکر کن از ربات هوش مصنوعی بتونی بچه دار بشی. اسم بچه‌تو چی میذاری؟ هوش ربات نیمه مصنوعی. آره دیگه نصفش مصنوعی، نصفش واقعی. اسم بچه‌تو چی میذاری؟ من میذارم ربات علی، ربات کریم، ربات علی. ربات کریمو خوب اومد. ربات کریمو خیلی حال کردم.
خب من میذارم ربات صلیبی. ربات صلیبی هم خوبه. تو چی میذاری جناب تیمسار؟ من عبدالبات. هم عبدالباهاته هم باته. عبدالبات. آجی من سرخ شدم. نه چرا حساسی رو سرخ داری میخندی دیگه سرخ میشی دیگه. خیلی جالبه. سرخپوست چه خوبه. سرخپوست قوم با اصالتیه. سرخپوست اکوندا پاکوندا ماداوگو راکوندا. بریم آقا ولکن بس دیگه الان. آتینگو پاتینگو. اما از این قاتینگا. آره خدا خیلی کی بود صدا زد آتینگو اما از اون پاتینگو. چی داریم میگیم چمون شده ما. واقعا جالب میشه. حالا مارک زاکربرگ اومده که ایده آورده، میگه دوست هوش مصنوعی مثلا داره تو فیسبوک داره برای خود فیسبوک داره برای خودش اسکرول میکنه همینجوری، این اسکروله خب داره اسکرول میکنه بعد یهو مثلا یه هوش مصنوعی میاد بالا چطوری عشقم شده فیلم هر دیگه. چی تنته؟ فیلم هر دقیقاً صداش هم صدای اسکارلت باشه. و سر این قضیه خیلی هیت گرفت زاکربرگ. چرا؟ چه حرکت خیتیه. بشریت انقدر دیگه نمیتونه بره ارتباط بگیره. آقا برین تو خیابون صحبت کنین با مردم، چه کاری آخه خدا وکیل. بعد میگم هوش مصنوعی الان داستان قسمت قبل همین الان شاید باورتون نشه یه آمار عجیبی که هست الان تو ژاپن، تو چین، تو این کشورها میرن پول میدن به این برنامه‌های ارتباط با هوش مصنوعی. میری با هوش مصنوعی صحبت میکنی جوابتو میده، مثل درد و دل میکنی. آره به جمله عاشقانه. فیلم هر فکر کنم الان واقعیت داره تو دنیا. من نمیدونم نوت برات میفرسته یا نه، تو خود واردتری، من نمیدونم. میگیره، من دیدم مادربردشو میگیره برات میفرسته. مادربردشو هارد رمشو میگیره، رمش 64 دو تا هم گرافیک داره 4080 خوبه. ورودی خروجی زیاد داره. پورتاش داره، یو اس بی داره، دیسپلی پورت داره. از سه تا میدونی 3 تا ورودی دارن دیگه. 3 تا ورودی بیشتر ندارن. این ورودیش بیشتره. 2 تا میگم داشته باشه. نداره 3 تا. ورودیش بیشتره. یه جوکی بود داگ استنهوپ عزیز، داگ استنهوپ کبیر، یکی از اسطوره‌های استندآپ در جهان. آره ایشون خیلی آندرگراندی و درجه یکن. تو یه جوکی میگفتن که من دیگه از سکس خسته شدم، باید زنها سوراخ‌های بیشتری به خودشون اضافه کنن. مثلا دختره مثلا بسه مثلا انقدر از داره درد میگیره، انقدر سوراخ شونم منو نکن. مثلا این یه چیزی که بالاخره خواستم به شما عزیزان این مسئله رو اطلاع بدم. بریم سراغ خیلی ممنونم آقای. بریم سراغ بخش اسپورتگراند. بریم. من یادمه وقتی تو مدرسه فوتبال بازی می‌کردیم، خب. چون من گنده بودم اون موقع. گنده چی؟ الانم گندم. شما بزرگین. نفرمایید. درست جستین. اون زمان من همیشه مدافع بودم، چون یه تنه به یارو می‌زدم یارو به رحمت ایزدی میپیوستید و با بیرحمیه تمام پا کارو رو میزدم، چون اسطوره‌ام راموس بود دیگه. پا رو میزدم یارو گریه میکرد. فوتبال شاولین بوده. چکش مکش ازت میریخته. یاد تخم مرغ خام می‌خوردن. آره خیلی عجیب بود اون فیلمه. چقدر فیلمش معروف بود خداییش. فوتبال شاولین یادتونه که خیلی خفن بود. یاد دوران مدرسه ها افتادم. میگه ما قصد دوستی با شما، هر دستی که میدی یا آچل ازش میگه فرانسه چکش. خیلی خوب بود. میخوایم تو این قسمت در مورد دروازه‌بان بودن و دروازه‌بانا صحبت کنیم. دروازه‌بان مورد علاقت کیه و نظرت کلا در رابطه با دروازه‌بان بودن چیه؟ کاسیاس بهترین دروازه‌بان تاریخ جهان به نظر من. اگه بخوایم یاشین و اینا رو بخوایم در نظر نگیریم، تو دوران فعلی من واقعا بهتر کاسیاس ندیدم. کاسیاس فوق‌العاده بود، هم برای اسپانیا تو جام جهانی‌های مختلف 2006 خیلی خوب بود، 2010 عالی بود و واقعا عالی بود از هر لحاظ عالی. از جایی که من و میلاد برزیلیم، نظر در رابطه با دیدا چیه؟ دیدا اسطوره است. دیدا واقعا حرف نره و دروازه‌بان واقعا تو این چند سال تنها دروازه‌بانایی که یه خورده اوکی بودن توی فوتبال الان به نظر من، حالا بجز کورتوا، خب
و اسم دروازه‌بان تیم ملی انگلیس چی بود؟ بد نبودم، پیکفورد بود، چی بود؟ پاپ بود. اصلا یادم نیست اصلا. میگم کلا الان اونقدر دروازه‌بان دیگه نیست. منظورم اینه. نه اون نه. اون خیلی قدیمی‌تره. کجای جوهر؟ همون انگلیسیه؟ آره فکر کنم آره. انگلیسیه فکر کنم اون. دروازه‌بان الان مانوئل نویر. نویر که الان دوران افتشه دیگه کلا. الان نویر دیگه هنوز بازی میکنه. من نمرد. نه زنده است. تحقیق جنازه‌شو نشون دادن. نه زنده است. آره. هوش مصنوعی بوده یعنی؟ احتمالاً هوش مصنوعی بوده. عجب آدم دهن سرویسی بوده اومده برای نویر تشییع جنازه ساخته. نمیدونم شاید من اشتباه دیدم. شاید یه سرباز آلمانی هم میگم کلا الان دروازه‌بان یه دونه کورتوا یه دونه مارتینزه. دروازه‌بان اون مارتینز برای کجاه؟ اوبلاک هم خوبه. اوبلاک دروازه‌بان اتلتیکو مادرید. آره اوبلاک عالی. اوبلاک کجاییه؟ فکر دقیق نمیدونم کجاییه اما فوق العاده است. کامرونیه فکر کنم. نه عمرن کامرونی باشه عمرن. بهترین دروازه‌بانای تاریخ رو می‌خوام یه مروری کنیم. اونایی که بیشترین کلین شیت رو داشتن توی 25 سال اخیر. میدونم خیلی اسطوره‌ها بودن اما 2000 به بعد. آره چون ما حالا یه خورده عقب جلوتر، اما چون ما ندیدیم اونا رو، ما در مورد کسایی که دیدیم تجربهشون کردیم صحبت میکنیم. اول از همه ایکر مقدس کاسیاس با 439 کلین شیت. رتبه 1 دیگه. خیلیه. بعد منبع این فرقش با رتبه دومی چند تا؟ مارکته. فرقش با 19 تا 420 بوفون. جان لویجی بوفون. اسطوره پیتر چک 391. حاجی پیتر چک میدونی تو چه بازی سرش خورده بوده به تیر؟ چه بازی؟ نمیدونم من توی پرسم. من فقط میدونم خورده، بدم خورده بوده. آره فکر کنم با چی دیگه از اون دوره به بعد با اون چیزی که کلا فکر کنم چند ماه مصدوم بوده، بعد اومده با کلا از اون پیتر چک کلا رو نظره آسیب میبینه دیگه، داشت میترسه، ترس کرده بچه. اون چلسی هم عجب چلسی بود. اون چلسی واقعا عالی بود. آره لمپارد و فلان، لمپارد دروگبا، واقعا اون چلسی اون چلسی قدری بود، فوق العاده بود. که خوبی بود خداییش. دروگبا چی بود؟ دیدیه دروگبا. کجایی بود دروگبا؟ سیاه‌پوست بود. ساحل آج. ساحل آج. آره. رینا ساحلیه حالا واقعا نه. غرب آفریقا. رینا 343. رینا که فوتبالیست خودش. رینا برای لیورپول بود دیگه. نه تچله. یه رینا نامی هم بود، حمله بود، بچه سنم بود، چند سال پیش من دیدم. بابا توی دورتموند بود رینا. نداریم همچین شخصیتی، من شنیدم اسمشو. رینا سال مثلا شاید 20 یا 2018 توی دورتموند یه همچین اسمی. یه لحظه من دارم به من زنگ میزنم بعد جواب بدم. یه لحظه. الو جانم. آره بابا جانم عزیزم. من دیدم عزیزم، ما وسط برنامه‌ایم قربونت برم. نظر ویکتور الان داره ضبط میشه. ویکتور والدز خیلی دوست دارم. همیشه چرا کچل بود. من تو یه تایمی هم مو داشت. من تو بارسایی هستم. ببین یه سری بودن تاپ بودن دیگه، تو دوران طلایی‌هاشون بودن دیگه. بوفون، وندرسار. ولی دیدار باشه چش. دیدار شبیه امباپه است. من باباشه. خود باش. فکر کنم باباشه. چی شد آقا؟ همیشه جواب مادر رو بدین. شام همیشه. چیه؟ شام نمیدونم چیه. یه چیزی باید بگیرم، دارم میرم خونه. خب رینا رو گفتیم، ولی من میدونم رینا یا یه همچین اسم بازیکن دورتموند بوده و سنش هم کم بوده. یادم نی. منم یادم نیست. عشقت نویر 327 100 تا با چیز فاصلهش بوده؟ نه با که اون 400 خورده ای بود. اون آره تقریبا 100 تا. ولی بازم داشت اون. خب اون کاسیاس یه لول دیگه بوده. بهترین دروازه‌بانی که فکر کنم بعد، اگه اشتباه نکنم، بعد یاشین روسی بود دیگه. آره اگه اشتباه نکنم، دقیق نمیدونم. بعد یاشین آکینفی دروازه‌بان مسکو 316 کلین شیت. بعد پیاتو دروازه‌بان شاختار دونسک. بیاتو 200 اینا قدیمی ان فکر. نه اینا برای معاصرن. 269 معاصر منظور 2000 تا 2010 یا 2010 تا 2020. آره همین دوران. خب برو بریم. بعد وندرسار، عشق سالار، عشق میلاد، منچستر یونایتد، وندرسار 266 تا کلین شیت. ویکتور والدز دروازه‌بان درجه 1 بارسا. آره ویکتور والدز 260 تا کلین شیت. و لاندریو اگه اشتباه نکنم دروازه‌بان قدیمی پاریس سن ژرمن 253 تا. خدا حفظش کنه اگه در زیدریته. منم زنده است. من یکی روسیه رو میگم دروازه‌بان بودن خیلی خیته.
واقعا میگم. چرا خیته؟ چون همیشه حتی اگه مدافع اشتباه کنم میگن توپو نگرفت. قبول داری اینو؟ کاسه خیلی خوزا جاها. سرت میشکنه آره ولی خیت نیست. خیته دیگه. داشت تازه مسئولیت پذیره که این همه بار مسئولیت دروازه‌بان 7 متری رو داره میکشه. چیش خیته؟ دروازه‌بان بودی تو بچگی؟ بهت ضربه زدن؟ نه. دروازه‌بان‌ها رو اذیت می‌کردی؟ نه. شورش می‌کردی برای دروازه‌بان‌ها؟ چه پس؟ دروازه‌بان بودن کلا خیته. نه اصلا. چرا از این دید نگاه نمی‌کنی که خاصه؟ چون 11 تا بازیکن داریم یه دروازه‌بان. چرا از این دید از این تعبیر نمی‌کنی؟ الان که همون الان داورم حساب کردم تو بازی. الان که اینو گفتی من واقعا پشمام ریخت و حرفی ندارم برای گفتن. واقعا یه نفره اینقدر نه دارم شوخی میکنم. لباساشون هم دیدی خیلی خفنه. لباساشون رنگی خوشگله. ماکسیماله. اکثر لباسای واقعا دروازه‌بان بودن و پریدن از اون فاصله به اون فاصله سخته. خیلی سخته. و قدت هم باید بلند باشه 2 متر خورده ای. 2 متر خورده ای خیلی وندرسال انقدر بلند بود. حسن دیگه. یا یادی هم کنیم از الیور کان، حالا تو این لیست نگو الیور کان. آره الیور کانو اصلا چرا نیست تو این لیست؟ نبود. اشمایکلز بود داره. و اشمایکلز نمیشناسن حقیقتش، چرا دروغ بگم نمیدونم. اینا آلمانی بود اشمایکل. وایسا چه دروازه‌بانای دیگه ای. شادن فیدن. بلده هم ژاپنی هم ژاپنی هم ژاپنی هم آلمانی. پیام هم دانمارکی بلده. پیام اسم پیام میاری. اسم پیام میاری من به هم میریزم. انسان خاصی است واقعا. یعنی میکنن بخاطر پیام فکر کنم یه زید دانمارکی پیدا کرده رو نمیکنه. بابا ایول جدی میگم. داش پیام بابا اون رو رفته بودیم خونه‌شون داشت با یکی آلمانی تمرین میکرد. بعد داداشش میگه بابا این تو نمیدونی چه آدم کلکیه. پیاما همشون همینجورن. ببین آره ببین جلوی تو اینجوریه، این در واقعیت کسی نیست تقشو نزده باشه. گفتم عجب بنازم چه آدم مشتیه پیام، چه کار بلده، چیه جاز گوش میداد پیام. اینکه دوره این دستا رو نکن دیگه. بریم سراغ بخش بعدی. یه خورده در مورد چی صحبت کنیم؟ در مورد هر چی دوست داشتین. اصلا در مورد هر چی تو بگی عزیزم. پست چی بود تو مدرسه وقتی فوتبال بازی می‌کردی؟ مدافع. پست شما؟ مدافع. فقط دفاع؟ جرأت حمله نداشتی؟ چرا بعضی موقع این فیزیک به حمله میخوره؟ حمله کنی کسی جلو دارت نیست مشتی. اینو کی میمونه لامصب. من داداش مدافع خیلی خوبی بودم و دروازه‌بان خیلی بهتری بودم. دروازه‌بان بودی پس بعد خیلی دروازه‌بان دفاع کردی پرسونال. واقعا داشت تو محل من آبروداری میکردم وقتی دروازه‌بان بودم، چون مثلا فوتبالم خوب نبود ولی میتونستم جمع کنم اون عقبو. نمیدونم چرا. بعد اصلا رفتم رزمیکار شدم. مثلا چه معنی میده اینو؟ چه ربطی داره به همینو؟ یعنی چی؟ پس کلا حال میکردی توپا رو بگیری؟ درد و نفرین. درد بدنیت بوده ماشاءالله داشت بدنت پر سر حال. تو رزمیکار شدی چیکار می‌کردی؟ رزمیکار بودی؟ اوکی دیگه. بوکس می‌زدی تو توپای مردم؟ کجای مردم می‌زدی؟ بوکس فقط دنده چپ راست. خیلی حال میده لامصب. تیکن هم بازی می‌کنه استیو برمی‌داره. آره استیو الان کاراکترم لولش خیلی بالاه. دیفالت تیکن 6 هم استیو، لول بالا، کاپ بالا، هر کی باشه با هر استایلی باشه میزنم. حالا ما تو یو اف سی هم در مورد یو اف سی هم صحبت می‌کنیم. الان فکر نکنم خبری باشه که اون ارزش داشته باشه در مورد صحبت کنیم. الان قهرمان کیه؟ لایت ویت الان قیافش تو ذهنم اسمش چیه؟ جوزالدو نه. ایوه بگذریم ازش ولش کن. حالا در مورد یو اف سی صحبت می‌کنیم. مانی پاکیاو اصلا اهل دلاش میشناسن. یه بوکسور فیلیپینیه بزنید مانی پاکیاو دست بزن. من تو یو اف سی خیلی علاقه دارم به جناب آقای جان جونز. قد بلند سیاه میگی؟ جان جونز اسطوره است. جان جونز یه لگد داره تو بازی اینجوری از بالا سر میزنه تو یارو. جان جونز تو چند تا وزن جان جونز اومد میدونم کمربندو گرفت. کارش خدایی کارش هست. اعتماد به نفسش خیلی بالاست. آدم خیلی خنده‌داری هم اعتماد به نفس از کانر بیشتر. کانر ببین اعتماد به نفس از کانر بیشتر. اعتماد به نفس کانر به نظر من فیک بود. جان جونز اعتماد به نفسش واقعیه. جان جونز شاید بگیم درایت داره ولی اون اعتماد به نفس پررود. بابا گاردو مینداخت اصلا براش مهم نبود. صورت یارو وای میساد یارو نمیزدش. آره خبیب از داغستان اومد ولی البته خبیب اما قضیه اینه کشتی گرفت. کلا تو ورزش چه تو کشتی چه تو یو اف سی این ترش تاک و این به قول خودمون کسچری گفتنه هست. اما قضیه اینه که این کانر از اونجایی که اکثر ایرلندی‌ها کلا علاقه دارن
به کسچر الان فکر گفتن. کنم چیز داره، کارخونه الکل تورژین. آره الان کلا مشروبات الکلی. آبجو خودش رو اگه اشتباه نکنم داره. برندش نمیدونم چی بود. گرنس نه. جان جونز الان هم که رفیق خبیب جناب آقای اسماعیل مکاچف همچه اسمی داره، اون الان صورت‌های پخته‌ای دارن تاپ این چیه؟ روسا. صورت‌های پخته و لختی دارن، انگار از بچگی به دنیا اومدن کودک خوردن. نه اینا با خرس کشتی میگیرن مگه نمیدونی؟ رسمشونه. باباها رو بچه‌ها رو میبرن با خرس، با طول خرسا، مثلا بچه خرسا مثلا میگه مثلا برو بندازش، زور بزن بهش، انقدر زور بهش بزن تا از بچگی یاد بگیری چجوری زور بزنی به یه مثلا جسمی، حالا یه حیوانی، آدمی، چیزی. و خرس آره رسمشونه داغستانی. برای همین حبیب با کانر کشتی گرفت، اصلا نزدش، گرفتش خفتش. آره همه ساب میشنه بیشتر چیزای ساب میشن زد بهش، اصلا نگرفت بزنتش. آره ساب نشاجی خیلی ستم. ببین اینا جوجیتسوی برزیلی و از همون بچگی مثل اینکه یاد میگیرن. ولی من ناجی به نظرم موتای سرآمد همه ایناه، مثل تونی جا رو یادته که مشت خاردار. آره مشت خاردار پروتکتور اومده بود به اسم پروتکتور تو بازار آمریکا بود، توی بازار خود تایلند و آسیا تام یونگ گونگ بود اگه اشتباه نکنم، که فیلشو میدوزن میبرن. این ندیدی اینو؟ سریع خشن 7 رو دیدی؟ 7 کدومه؟ 7 اونی که آخرین نسخه که پل والکر توشه. خب برایان توی کانتینری که داره میره، یه دونه تریلیه توش مبارزه میکنن، اون تونیجه. آره ضربات مشتی درست دارم میگم تونیجه، ولی قدیمش اسطوره بود بابا خداییش. دمش گرم میگین واقعا یه فرانکی بود برای خودش خدایی. دمش گرم. تونی جا بریم آقا خودم مورد گیم صحبت. کجایی؟ کره ژاپنی؟ تایلند. ننگ بانگ اینجوری حرف میزنن تایلندی‌ها، دقیقاً لهجهشون همینه. تونی جا بازار ماهی فروشای تایلند. تونی جا بریم آقا در مورد گیم صحبت کنیم. اما به نظر من اگه وی بتونه واقعا بهتر از ردد 2 باشه شاهکار کرده. خیلی سخته. شاید توی کاراکترایز نتونه به پا آرتور برسه جیسون، ولی توی بحث پیشرفت تکنولوژی خود راکستار، اوپن ورلد و جزئیات این چیزا، راکستار ادوانس انجین یا همون ریج به اختصار ریج، اگه بتون از اون نظر که چند لول رفته بالاتر، هم رندوم ایونت ها، هم اضافه شدن شبکه اجتماعی، پویایی بودن یا پویا بودن NPC ها. مثلا توی خود تریلرش یه سرقتی داشت انجام میشد، مثلا اونجا اون ریز یه زنه‌ای مثلا رفته بود داشت فیلم میگرفت که بذاره تو شبکه اجتماعی. یه چیزی هم که بود آره توی تریلر دوم اونجا که جیسون داره با اون پیرمرد صحبت میکنه، بک‌گراند یه راکون داره از سطح داره از دزدی میکنه. خیلی خفن بود. این جزئیاتو مثلا ردد داره ولی کمتر، یا رندوم ایونت های خیلی بیشتری که اما اون داستان اون چیز اون داستان ردد اون کاراکترایز آرتور گذشته عجیب آرتور. حالا میدونم خیلی در مورد ردد صحبت کردن، اما بهتون قول میدم خیلی از اونها حتی داستانو کامل نفهمیدن و خیلیشون دکو بازی نکردن. چی؟ نه محصول راکستاره. میدونم راکستار کارشو تمیز در میارش، هر چقدر هم تاخیر بزنه، ولی اون استایلش کلا وسترن، استایلش فرق میکنه، اما داستانه فرق نمیکنه. خب تو وسترن از لحاظ یه سری تراژدی‌ها دستت بازتره تا زمان حال. نه آقا اینم اومدن بانیو کلاید آوردن، میتونن قشنگ خیانت رو بندازن وسط، میتونن خیلی چیزا رو بیارن، ازشون بازه. ببین باید بیاد نظر بدیم. میگم ما الان داریم نظر رو میدیم، داریم هایپ داریم صحبت. آقا اصلا تو بازی راکستار هیچ وقت تو هیچ کدوم از جی تی آی یا ردد یا اصلا هر بازی که ساخته و خطیه کجا بوده که داستان عاشقانه باشه؟ همش توی گروه گنگی یا چه میدونم یا یاقی بودی، مثل ردد 1 ردد 2 توی گروه گنگ یاقی. آیوی که تو چیزی میگم همین عشق دراما میاره، همین عشق باعث میشه که داستان زیاد بشه. میتونه یه چیز شاهکار درست کنه راکستار. حالا ما نه سوفیا چی لوسیا سوفیا کی بود؟ سوفیا لورن. نه یه دختره بود اسمش سوفیا بود. بعد نمیدونم رفت کجا. خب برو بگو. بهترین گیم های PS3 میلاد جان. سوفیا کی بود؟ سوفیا لورن. سوفیا رو ول کن. سوفیا لورن دوست ندارم، آدری هپبورن دوست دارم. آره
خیلی خوشگله اینا. هر کی دوست داری خوبه. تو بازی پی اس 3 تو نوکرم داشت قلب من اینسولی داداش بابا و خدا یا پی اس 3. بله. ببین من پی اس 3 نداشتم، تنها کنسول بود که نخریدم توی ایکس باکس ها و پلی استیشن ها، ولی 24 کلوب بودم بازی میکردم. خب اویل 5 اویل باز نیست ولی اویل 5 اون زنم بود توش، اصلا جون گرفته بود این اویل. من حال میکردم. یه من حالا داشت پشت یه مزه بودن مسلسل داشتن تپ 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 ول میداد. ببین میخورد خودکاری به هدف ها. یه دونه اویل 5 بود. خب. رد 1 اون موقع یه بازی هم بود اسمش یادم نیست. رد 1 شاهکار بود. خب تو مایه های رد 1 بود ولی اصلا اسمش یه چیز دیگه بود. اگه میدونید بگید، من اصلا اسمش یادم نیست. تم وستر کال آف سوارز اول شخص بود دیگه، فکر کنم خودشه. کال آف سوارز که تفنگ بود و اینجوری میرفتی. جوارز خ خونده میشه. آره کال آف خوارز اگه اشتباه. آره همین بود، هم چیزی کنم بود. خودش. خوارز 2007. آره سری جی تی ای آیوی رو ما اولین بار با پی اس 3 دیدیم. رفیقم داشت بازی میکرد جزشم بخواست گیم میرفتیم پول میدادیم نوبتی بازی میکردیم دیگه. موتور سوار شد وایستاد، گفتم چرا نمیری؟ گفت وایسا ناگون جماجی کلا کاسکت گذاشت رو سرش. من بچه خیلی سال پیش از همینجوری ریختم. چقدر جزئیات داره. عوارضی رد کرد خلافی شد، کیف میزد، مردم اصلا تصادف کرد با ماشین پرت شد رفت بیرون. آره فیزیک گفتم آیوی عالی. این دیگه چه با این دیگه چی هست؟ وقتی وی اومد خیلی میگفتن وی آشغاله در مقایسه با آیوی. خیلی ها میگفتن آشغال رانندگی. بگو داداش بگو برو جلو. رانندگیاش و فیزیک ماشیناش واقعا آشغال در برابر آیوی. وی آرکیدیه، یه حالت گیم توره، رنگ و رنگ مراحل. آیوی یه خورده مثلا آره مثل شوتینگ توی ردد 1 در مقایسه با ردد 2. اگه دقت کنی شوتینگ توی 1 یه خورده آرکیدیه. آره ولی تو ردد دوربین یه خورده میلرزه، اما مثلا تو 2 اینجوری سینمایی میشه مثل مکس پین. حتی تو ریپیتر ببین، تو ریپیتر رو برمی‌داره بعد یه آردو بزنی اینجوری. آره گلنگلن نمیکشه. تقریبا همچین چیزی توی آیوی در مقایسه با وی هم هست. این فیزیکه، این واقعی بودن، این داداش راکستار کارش درست بوده. حالا ببینیم چیکار میکنه. هست چون الان خیلی ها رفتن. کجا رفتن؟ خیلی از اعضای راکستار رفتن. کجا رفتن؟ دن هوزر رفته برای خوش استودیو خودش زده. استودیو اسمون چی بود؟ لنزی بزنی چیزی بود. پرودوسر من اسم این بنده خدا رو هیچ وقت یاد نگرفتم. مهم نیست، ولشون سر بازی‌ها. پرودوسر خفنی بود تو راکستار. بعد اونم کلا بازی مانز آیو الان داره میسازه. آره. بعد امیدوارم که بازی دن هوزر هر چه زودتر بیاد. چند تا آی پی آورده، ترید مارک کرده که میخواد به صورت فیلم و پادکست و به صورت سریال و به صورت داستان ویژوال و خیلی چیزهای دیگه بیاد. خب بریم سراغ ویژوال. به من نگاه میکنی مثلا نمیدونم ویژوال یعنی چی. داداش ویژوال یعنی خوش تیپ سر حال. نه هر کدومش یه معنی. دیداری، خوش تیپ، سر حال. بابا ویژوال تصویری. آها بگو. آخه میگه خوش تیپ. خوش تیپ به تو نگاه میکنم که ویژوال. آقا ویژن ویژوال. ایکس ویژن تلویزیون رو میگی؟ بابا نخندین، دارم سوال میپرسم. بازی‌های پی اس 3 تو بگو عشقم. فار کرای 3 باس خیلی قشنگه. من از فار کرای 3 به بعد نه، فار کرای 3 رو زدم بعد برگشتم رفتم دورم زدم. خداییش 4 رو زدم، پیریمون زدم، 5 زدم، 6 رو زدم. قشنگه خداییش. و آلن ویک. آلن ویک عالی. آلن ویک 2 که بهترین بازی‌های بود. آلن ویک 2 رو نزدم، دروغ نمیگم. آلن ویک 1 رو زدم. 1 و 2 عالیه. بودا نمیدونم، احساس میکنم بعدن اومد ولی موقع که اومده بود انصاری 360 بود. یه دقیقه سرچ کنیم. یه دقیقه بزن داستان چیه؟ سرچ کنیم. حالا باورتون میشه من نه رو پی اس 3 زدم نه رو ایکس باکس. من رو سیستم آلن ویک رو زدم. رو کامپیوتر برای پی سی من زدم. خیلی حال کردم، مخصوصا وقتی دور چلوغه، تیر تموم شده، یه فلش بنگ ول میدی، همشون آرت میشن. خیلی حال میده. بله آلن ویک 1 برای پی اس 3 نیومده. من که رو پی سی زدم. من رو پی سی همینجا اتمام حجت. بابا سیستم تو واقعا خدا وکیل خوبه. سیستمش واقعا خوبه. سیستم خوبی داری. خوبه. کجا خوبه؟ برای این زدن این گیم‌ها واقعا سیستمت خوبه. حالا وایس میخوام چیکار بکنم. میخوام ببین پلنم ویایه.
پلن یعنی وی آی به لطف خدا. به امید خدا. من داداش این تاپ 5 هم بود تو پی اس 3 و هم نسل هاش، اینجوری بگم بهتره چون این سریاشو تو پی سی زدم. میگم کنسول رو نداشتم، میدیدم یه بازی یا مثلا طرف داره بازی میکنه یا تو ایکس باکس 360 هست، من تو پی سی شو میگرفتم اوکی میگردم. یه چیزی در مورد پی اس 3 بگم. من اون زمان که پی اس 3 اومده بود من خیلی دوست داشتم گاد آوار 3 رو برم، خیلی دوست داشتم، اما پی اس 3 خیلی گرون بود و ما پول نداشتیم که بخریم اون دوران و پی اس 3 واقعا گرون بود. من فقط حاجی بعد مدرسه اصلا بحثم میشه خیلی پی اس 3 گرون بود اون موقع. حاجی پی اس 3 به خاطر اینکه گیر نمی اومد، بلوری داشت و قیمتش $100 بیشتر، $100 $50 بیشتر از ایکس باکس بود، گرون بود و اصلا دردسر بود. یه گیم می‌خواستی روش بریزی با داستان داشتی، بعد هارد می‌زدی، بعد هارد بد سکتور می‌گرفت نمی اومد. دقیقاً یه داستان داشتی، نمی‌شد یه گیم درست حسابی بزنی. و من پی اس 3 نگرفتم. اون موقع گفتم خدایا آخه چی میشه من یه پی اس 3 بگیرم؟ لطف خدا چیزی شامل حالم شد. چند سال بعد یه دوره‌ای 2 تا پی اس 3 تو خونه ما بود، هر جفتشون برای من بود. دست خوش. یکیشو فروختم، کار خدا رو نگاه کن. یکیشو فروختم، یکیشم نگه داشتم، چند تا بازی ریختم بازی کردم. کاسبی عرق میگم و اینا داشت وقتی یه رو نداشته بعد یه هایی دوتا میخری. نه آخه داستان داشت. داستانش همینه دیگه. من چند گرفتم پی اس 3 یارو. من پی اس 3 گرفتم 5 تومن. دوا میفروختی. چی 5 تومن؟ هیچ نمیفروخت. تعمیر کولر نمی‌کردی؟ نه 100%. من فروشندم. من یه سیلمنم. سلم قطعا. آره کاسب عرق بودی. عرق خود میکشیدی؟ بهتره در مورد این چیزا صحبت نکنیم. بفرمایید ادامه بدید. دردو نفرین چه امروز معنی افتاد رو کلم. دردو نفرین. و اون پی اس 3 رو چند تا بازی ریختم بازی کردم. اسلیم داشتی یا فت؟ هر جفتش اسلیم. میگم یه داستانش بود، یه دونه گرفتیم، بعد اونی که گرفتیم کپی خور نمیشد. دوتاش هم فت بود؟ نه هر جفتش اسلیم بود. خب کپی خور نمیشد. یه دونه کپی خور گرفتم، هر جفتش رو داشتم، دستم مونده بود. خیلی عجیب بود. یعنی میدونم که روزگار خدا وکیل نکن چه جوری آدم اون چیزی که براش آرزو بوده یه دو تا بعد تازه من گفتم بعد پی اس 4 بگیرم. پی اس 3 خراب شد، درستش کردم، فروختمش تو دیوار. آنچارتد 3 رو نرفتی؟ پی اس 3 فرو کردیم پی اس 3 رو. آنچارتد 1 و 2 و 3 نیتندری کالکشن رو پی اس 4 رفتم. نه اون موقع که پی اس 3 داشتی چرا نرفتی؟ چون نریخته بودم. من روی اون پی اس 3 کلا بازیایی که رفتم یه دونه تیکن 6 بود، گاد آوار 3 بود، گاد آوار اسنشن بود. من رفتم کلوب ردد 1 بود. بعد چینز آف اولیمپوس و گوست آف اسپارتا رو یه بار دیگه رفتم چون من گاد آوار فن قدیمی ام و من به فضل خدا تمام گاد آوار رو بازی کردم. حتی بترایال اون که برای جاوا بود اونم بازی کردم. نه اون دیگه نرفتم. چند تا گیم اومد برای فیسبوک بود، فیسبوک منیجر، اونم بازی کردم. آتروس بود، حالت تکست مانند داشت. من هر الحمدلله تا الان هر گیمی اومده توی گاد آوار من بازی کردم به فضل خدا. هر گیمی اومده تو گاد آوار من بازی کردم. گاد آوار ژاپنی نداری؟ نه اصلا تایتلش بگو همون اسنشن نسخه ژاپنی هم چیزی. شادوز میگه اصلا شادوز ربطی به گاد آوار نداره. کدومی؟ دیدم تایتلش ژاپنیه، چینیه. اون شاید چی؟ اون شاید نسخه ژاپن که گاد آوار است. آره ورژن ژاپن کلا می‌دونستی ژاپن کاور گیماش با بازار آمریکا فرق داره. آره. یعنی مثلا آره گاد آوار 3 مثلا می‌بینی کاور چشم است، احتمال داره توی ژاپن یه چیز دیگه باشه، به یه اسم دیگه‌ای. کاراکتراشون فرق داره ژاپنیا. خلاصه پی اس 3 رو درست کردم و فروختمش. سری فروختم. چراغ زرد شد. چی شد؟ من یه فت داشتم چراغ زرد شد. چراغ زرد نشد. نمیدونم چه یه میگفت ترمال پیست یا همچین چیزیش داستان شده. ترمال میشه حرارتی دیگه. بعد پاورش هم مشکل خورده بود. چقدر مگه تو خار و مادرش فکر کنم آجی. نه آخه دست دوم بود. دست دوم. من کلا روزی 4-5 ساعت بازی می‌کردم. ایکس باکس خودش کم. ایکس باکس آرکیداش و الایتاش یه سه چراغ میشد یادم سه چراغ مرگ بهش میگفتن، ولی اسلیمش حاجی اصلا داغ نمی‌کردنی اسلیم. اصلا پی اس 3 خیلی چیز عجیبی بود. اصلا کلا سخت افزاری خیلی خاص بود. اون سی پی یو اس پلی استیشن 4 قوی‌تره. می‌بینی که سی پی یو پی اس 3 غیر از کش کمی که داره 256 کیلوبایت فکر کنم کش داره. مال پی اس 4 فکر کنم 1-2 مگه. یادم نیست. کش می‌بینی چی میشه؟ کش صف بندی تسکا میشه که میرن تو اون صف میگیرن که به پردازش برسن. زده بود که اگه مثلا
یکم مدرنیزش بکنن اون سی پی یو سل SELL PS3 رو از PS4 خیلی قوی تره و خیلی بهتره. نه اسپایدرمن امیزینگ داشت اشتباه نکنم. فونت PS3 اصلا فونت اسپایدرمن. آره برای 3 داره. فونت اسپایدرمنه. آره بازاریابی هم بود. بعد دستش هم تغییر دادن. یادته که یوشیدا اومد دسته معرفی کرد 2007 بعد اومدن همین دوال شوک براشون یکم ویتش کردن. بهترین بازیای PS3 تو بگو. حاجی بهترین بازی PS3 یه بازی داشت 2007 اومد هیونلی سورد. آره که از گاداوا زده بود. آره دقیقاً. یه جور لانچ تایتل اگه اشتباه نکنم. لانچ تایتل بود. آره. بعد انحصاری PS3 هم بود دیگه. هم مثلا این بازی برای PC و ریمیکش مثلا نیومد دیگه. آره. شمشیر بهشتی. شمشیر آسمانی، شمشیر بهشتی. هیون میشه بهشتی. آره هیونلی. آره شمشیر بهشتی بهتر بگم. GTA IV گفتیم. عالی. خب بخوایم بگم اینفیمس 2. اینفیمس 2 آنچارتد 3 من یادمه. آنچارتد 3 توی کلوب. خب PS3 کم گیر می اومد دیگه. آره زرد نارنجی قهوه تو. آره دقیقاً. توی آقا رفتیم کلوب. آره ببین رفتیم کلوب. بعد خب PS3 نبود دیگه به خاطر داستان گیماش زیاد بود. بعد یارو یه دونه PS3 رو گذاشته بود روی LED 55 اینچ خیلی با کیفیت. بعد گرونتر از همه هم حساب می‌کرد. ما واجی PS3 رو دیدیم آقا دهنمون راه افتاد بودیم. داداش PS3 رو میذاری؟ بعد گفتیم چی داری حالا گیم روشن که گفت بهترین گیمی که دارم آنچارتد 3. بعد گفتیم خب بذارش. گفت ببین الان من نیم ساعت مثلا اتو دارم انقدر میگیرم نمیدونم موقع چقدر حساب می‌کرد. نیم ساعتی 5000 تومان خیلی مفت بود. الان مفته اون موقع گرون بود. آجی 5000 تومان اون موقع مثلا 500000 تومان الان بود. گفتیم خب بذار. ببین آنچارتد 3 60 گیگ. آجی تا گفت 60 گیگ گفتیم چی؟ گفت 60 گیگ گیمه. ببین الان گیم ها 65 گیگن. اون زمان سال 2011 بازی 60 گیگ باشه یعنی یارو خدای گیم بوده. من حالا فشرده سازیش مشکل داشت یا واقعا تکسچرای بازی قوی بودن من نمیدونم. گفت ببین یه رو طول میکشه فقط بره تو بازی بذارم یه رو به وقتت میپره. گفتیم نه داداش بذار چیکار کنیم. آجی گذاشتش. من آنچارتد 3 رو رفتم اونجا این رفت تو مخم گیمه. رفت تو مخم تا بعد گرفتم PS3 رو بازیشو کنه انجام دادم رفت. نیتن دریک بزرگ. اصلا بیادب نیست. دیدی فوش مش نمیده تو این گیم. تای فوشش کرپه. آره کرپ. آره فلان کرپ. بعد کرپ یعنی مثلا آشغال. ای مثلا چشان این لفظه تخمیه مثلا همین چیزی. مترادف همون آشات خودمون ما رو انگلیسی کردی. برو برتش تافوق خود تموم نشده هنوز. بگو عزیزم. رزिस्टنس کلا رزिस्टنس برای اینسومنیاکه. من اسطوره PS2 ام. تو لجند PS2. تو لجند PS2 داداش. تو لجند افسانه. چون گفتم خودمون ما الان بریتیش شدیم. خب کیلزون 2 و یه دیگه هم میگم 6 تا بشه. کیلزون 2 آجی واقعا انقلاب گرافیکی بود. گرافیک شاه مثلا باورم نمیشد. من اولین بار تو یوتیوب من بازی نکردم. اولین بار تو یوتیوب دیدم بودم این گیم واقعا تریلر واقعا اینجوریه نه تو بعد گیم اومد واقعا همچین چیزی رو ساختنی. ما موقع تو بودیم کیلزون میگفتیم بچه بودیم. کیلزون منم میگفتم داره دقیقاً. آره تقریبا آره. گاداوار 3 رو نمیگم چون همه میدونن که این بهترین بازیه. اصلا این گاداوار 3 به نظر من بهترین هک اند اسلش تاریخ. آره دقیقاً. یه گیم دیگه هم بود. حالا تو این نشه به دیویل میکرای ها. خب نه یه دمون سولز هم بوده که اونم دمون سولز 2009 اومد عالیه. حالا ریمیکش برای PS5 حاضر میتونن حضرات برن بازی کنن. دیگه آجی ادامه نمیدم. 5 تا خودتو بگو. میخوام بگم میگم حالا 5 تا خودم واقعا یه لحظه من یه نگاه کنم. من اسطوره PS2 ام. تو افسانه PS2 واقعا میگم. 5 تا خودم. بفرمایید. تیم سار شما بودین. سرهنگ 5 تا خودم رو بخوام بگم بعد با دقت باید بگم. دکتر جان بفرمایید. 5 تا خودم. اویلیویتین 1 شینجی میکامی بزرگ سازنده رزیدنت اویل 1 و 4 این گیمو ساخت. فوق العاده است. میری اینجوری برمی‌داری میری هر کسی رو میکشی بعد برگردی بری آتیشش بزنی. آره یه کبریت میندازی کبریت رو کبریت رو میندازی عالی. بعد انمیای فوق تنوع انمی عالی تفنگای فوق العاده حرف نداره این گیم. میری اینجوری ژل سبز میخوری خیلی خفنه خونت بیشتر میشه. ژل میخوری باهاش ژل تبریک کرده. میکامی مریضه. میکامی مشکل داره.
خیلی گیم عجیبی بود. 40 بوده داشت 8 کیک بوده. آره اوتلست یک و ویسل بلور DLCش حرف نداره. یکی از بهترین بنظرم بهترین بازی ترسناک تاریخه. اوتلست 1 عالیه. اصلا اون دیوونه خونه، اون فضا، اون چیزای خنده‌داری که داره بازی کنم ولی واقعا نه وقتش دارم نه بازی کردم و بازی خاصیه. خیلی حال نمی‌کنن چون گیم پلی خیلی ترسناکه. آخه من اونقدر نترسیدم باش، اما خاص بودنش واقعا منو گرفت. داستانش عالیه. هنوزم مثل دوش همون داستان سقوط و اینجور چیزا بوده. دوربین به دست بود اصلا تو آره کلا دوربین هست. دوربینو میگیره تو بازی اول طرف یه خبرنگاره، تو بازی دوم فیلمبرداره. شخصیت اصلی بازی 23 دنبال باتریه. خیلی خفنه اوتلاست. واقعا نمیدونم. سومی بایوشاک 1. بایوشاک 1 دسته برقی میشه، چیزهای مختلف داره. خیلی استرس بهت میده بازی. شهر رپچر رو ساخت. آره حرف نداره بایوشاک. واقعا یکی از بهترین داستانهای تاریخ گیمو داره بایوشاک. شاهکاره. اصلا ساختاج اون رپچر خودش یه چیز عجیب غریبه. شهر زیر آب. بعد طرف مثلا فاز گرفته، نه سرمایه‌داری نه کمونیسم، کلا سیستم خودش رو آورده. بازی خیلی رفرنس سیاسی داره. کل پاجی از اولش رفرنس سیاسی داره. من به شما توصیه میکنم اگر بایوشاک رو بازی نکردین، بایوشاک کالکشن رو بخرین بازی کنین. 1 2 اینفینیت عالیه. یعنی اگر با فرست پرسن بازی اول شخص حال میکنین داستانی، قطعا بایوشاک رو بازی کنین. اگه بازی نکنین واقعا ضرر میکنین. ببین یک کمی مثلا حالا و فاز رترو داره. فاز اصلا همین قشنگه. انگار داری یه فیلم 10-50 داری نگاه میکنی. خیلی نابه بایوشاک. خیلی نابه. من یکم بازی کردم حقیقت گیم پلی شد به دلم نشد. قدیمی بود نرفتم تا من خیلی حال کردم ولی داستانش مثلا علی و یه بازی هست به نام دارکنس که از بازی کردی؟ زحاک مار به دوش. دارکنس 2 تا اینجوری میزنه بالا، با اونا میتونی بجنگی. تفنگ دستت، اسطوره PS2 تفنگ دستت، خیلی خفنه. اینو داری اینجوری میگه انگار داره یادم میاد یه همچین چیزی رو. خیلی نابدار واقعا عالیه. این داره میگه اسلحه و مار و این چیزا انگار چیزی هست. و تو گفتی 3، من میگم آنچارتد 2. آنچارتد 2 حال میکنی یا بهتر از 3؟ به نظر من از 2 بهتره. داستانش عالیه. اونجا که شروع میشه تو قطاره از 2 بهتره. آره 2 از 2 میخوام 2 از 3 اگه مرسنریز 1 نه مرسنریز کدوم بود 1 بچه‌ها خسته. اگه مافیای 2 1 از مافیای 3 2 دیگه ما بزنه مافیای 1 همون 1 ولی مافیای 3 2. ها دیگه بازی عجیبی گفتم. و یه بازی دیگه فیفا استریت رو زدی توش خیلی حال میده. من فیفا استریت تو سالن بازی میکنه رونالدینیو هم برزیل. یه بازی دیگه بود نمیدونم بازی کردینش یا نه، خیلی عجیب بود. کدوم؟ اسمش بود Shadow of the Damned دیگه همچین. من یه دقیقه سرچ کنم شما صحبت کنیم. Shadow of the Damned داریم. خیلی بازی عجیبی بود. ببین انگار نمیدونم اویل ویتین از اون اصلا یه چیز انگار تو فاز اویل ویتینه، اما کلا اصلا دوربین اصلا فازش رزیدنت اویل ماننده. کدوم قدیمی‌تره؟ چی؟ کدوم قدیمی‌تره؟ رزیدنت اویل قدیمی‌تره. آره قدیمی‌تره. نه Shadow of the Damned فکر کنم چند اومد اصلا نگاه کنم 2007 احساس میکنم Shadow of the Damned بین 2009 تا 2011 اگه اشتباه نکنم. خیلی گیم عجیبی بود. من نرفتمش هیچ وقت. خیلی دارک بود بازیش. موقع حس خوبیم نمیداد. آره تا هم اسمانی من نمیتونم. مثلا اوتلاست من هیچ وقت من میرم نگاه میکنم حوصله ندارم بشنوی بازی. اوتلاست شرک ریسینگ مثلا حال میده. مورتال کامبت ریسینگ حال میده. Shadows of the حال Damned میده. سال 2011 اومد. باحال بود اصلا. آره فوق العاده بود این. 2000 چند بود؟ داستان اونقدر جالبی نداشت. 2000 چند بود؟ 2011. خب داستان اونقدر جالبی نداشت اما گیم پلی کامبت حرف نداشت. خیلی خفن. جدا چیو؟ موتور استورم رو بازی نکردم اما دیدمش. تو گل اینجوری میدی. من سر موتور استورم سال 2011 اپوکالیپس سر همون چراغ زرد که PS3 فتن وسط بازی یهو دیدم خاموش رو روشن کردم دیدم چراغ زرد یه صدا عجیبی داره ازش در میاد گفتم این سوخت. واقعا عجب خاطراتی. بریم سراغ بخش
سینما. بریم. حاجی واقعا واقعی بوده فیلمه؟ بر اساس داستان واقعیه. توی تیتراژ پایانیش نشون میده با یارو مصاحبه میکنه با اون شخصی که جلو چشش به معشوقش تجاوز میکنن، این برای انتقامجویی. بعد میان کل خانواده‌اش رو تیربارون میکنن، خونه‌شونه، چند تا از خانواده‌اش میمیرن. خیلی تراژدی که حاجی فیلمه. بعد اینم میره رفیقاشو جمع میکنه، حمله میکنن کلا تو اون قسمت شهر خدای ریو د ژانیرو که منطقه فقیر نشینش میشه، جنگ راه میفته اصلا به خاطر گروه گنگستریایی که مثلا 15 16 ساله 13 ساله همش بچه بودن همشون. عالی بود، تدوین بسیار خوبی داشت. داریم در مورد فیلم سیتی آف د گاد صحبت میکنیم. یکی از شاهکارهای تاریخ سینما، واقعا عالیه. یعنی اون صحنه‌ای که بچه تفنگ رو میگیره یا رو میزنه، خیلی اون صحنه یکی از سه مهربونو میزنه. آره. اونجاش که وحی میشه به یارو، میاد پایین از میرن بانکر رو میزنن، بعد فرار میکنن، پلیس میذاره دنبالشون. خب به خاطر خون و خونریزی که همون کاراکتر ویلنه، اون کاراکتر بدتینت، اون کاراکتر منفی ایجاد میکنه. و اینا میرن یه جا رو میزنن، زیاد آدم نمیکشن. این پشت بندشون یه هفتی رو برمی‌داره میره همه کسایی که اینا زنده گذاشتن قتل عام میکنه. سر همین سه تا فراری میشن. یادم اومد. میرن بالا درخت، یکی دو روز بالا درخت میمونن، بعد یکیشون یه وحی رو میبینه، یهو مثلا یه چیزی انگار بهش وحی میشه. یارو ماهیه رو میگی؟ آره ماهیه. آره. یه ماهی بزرگ، یه ماهی کوچیکو میخوره، یه چیزی میفهمه این. بعد میاد پایین از درخت، انگار یه آدم دیگه شده، انگار واقعا دوباره ریبورن شده، دوباره متولد شده. میاد پایین، داره میاد وارد روستا بشه، یه پلیس بهش میگه وایسا. خب آدم وقتی دزدی کرده، دزد پلیس بهت میگه وایسا، تو فرار بکنی دیگه. میگه این با منه. فرار نمیکنه. آره. میره تو سینما، انگار نه مثلا داره سیگار. من خیلی وقت ندیدمش، فیلم خیلی قدیم دیدم، اما یکی پشت سر شروع میکنه فرار کردن، پلیس اینجوری میاد سمت این حتی از پلیس هم باز نمیترسه، یه نگاه پشتش میندازه، میبینه ای پلیس داره دنبال اون میره، بعد به راهش ادامه میده، میره همینجوری حالت عادی. واقعا همینا. همچنان پاک نبود ولی پاک شده. آره تغییر کرده. خیلی فیلم قشنگی، واقعا فیلم عجیبی بود. سکانساش خیلی تدوینای عالی داره. یعنی یارو خبرنگار رو یادته؟ بوشکاپه، اسمش بوشکاپه بود دیگه. بوشکاپه ورمی داشتن میبردن به عنوان یه خودی، اینجوری بگم، میبردن تو اکیپشون عکس فلان، کلاشو یارو میگیره فالو سر عکس و فیلم میگرفتن، بعد اون میبرد کلوف میفروخت به این خبرگزاری‌ها. خیلی قیمت داره اون عکس‌ها. ببین اون عکس‌ها هیچ جا گیر نمیومد، فقط آره. این بود که از خودشون بود و میتونست بره لاشون عکس‌ها رو بگیره بفروشه و آخرام فقط همون مون تو اون فیلم. درسته دیگه، اون شد آدم خوبه داستان. آره یه دونه یارم داشت همین بوشکاپه بزرگ که میشه، یه رفیق عینکی داشت. آره. اون اوکی میشه، نه اون آروم آره. آروم هی میاد تو مثلا تو روابط اجتماعی میاد میگه بابا برای دوست دختر پیدا بکن، مثلا بوشکاپه بابا داری رد میدی. آره میگه بابا داری رد میدی، مثلا دیوونه شدی، مثلا یه زورت میاد از یه چیزی سری جنگ درست میکنی، دعوا درست میکنی، برو با دختر اوکی شو، برو تو رابطه، زندگی ادامه داره، بس دیگه فلان. همونم میمیره توی جنگی میشه، توی پارتی همونم میمیره دیگه، این خونخواهی راه میفته از اون تایم. یه سکانس هم داره، این سکانس رو یادتونه مخصوصا خودت، موقع که یکی از همون سه مهربونا تو اول فیلم میخواد فرار بکنه، دوست دخترش آره میاره سوار ماشین میکنه، بعد ماشینه شروع میکنه حرکت کردن، اینجوری دنبال ماشین میاد، سرنسته میشه، تیر میخوره یا یه غمگین هم میزنه، دراماتیک. موسیقی متن خیلی خوبی هم آره. داشت، موسیقی متنش واقعا حتما این فیلمو ببین، اگه ندیدین واقعا حتما فیلم خیلی عجیب و خشنه، خیلی خشنه. و اینکه واقعیه، من اصلا نمیدونستم واقعیه. پژمان گفت اصلا باورم نمیشه این فیلم واقعی بوده. خیلی فیلم تلخی هم هست. سکانس اون بچه معروفه توی سری کلیپا دیدی بچه کوچیکم میارن. آره مگنوم. آره مگنوم 44 میذارن میپاشونن. فیلم عجیبی بود واقعا. فیلم خوبی بود. دوست دارم این فیلمو دیدم. آره اینکه واقعیه باعث میشه آدم واقعا تعجب کنه، میگه این همه اتفاق. اما میگم یه چیزی هست که میگن هر داستان ریشه در واقعیت داره، هر افسانه ریشه در واقعیت داره. این حتی که واقعی هم نبود، احتمال اینکه در تاریخ یه همچین کاراکتری بوده باشه یا حتی شبیهش بوده باشه هست 99 و زیادم هست از این چیزا، واقعا زیاده. بریم یه خورده در مورد هیپ هاپ صحبت کنیم. نظرتون چیه؟ بریم. یکی از اسطوره‌های آندرگراند هیپ هاپ ایساپ راک، کسیه که واقعا این شخص نمیدونم چجوری اینا رو مینویسه. ما میخوایم در مورد آلبوم جدید صحبت کنیم و اینو بگم اگر بخوایم حق مطلب رو ادا کنیم باید در مورد
بار به بار شعراش بگیم، بعد هر ورس رو بیایم بررسی کنیم، متافورا و وردپلی همه رو باید بگیم. من لیریک هم زیاد خوب نیست توی درک کردن، توی تو کلا ادبیاتم خیلی لولش بالاه به نظرت؟ استاد تخصص خودته اون قسمت. میگم اگر بخوایم آلبومشو بررسی کنیم، من میگم اگر بخوام بررسی کنم حداقل یه پادکست باید بره فقط برای آلبوم. در این حد فوق العاده این شخص باهوشه، فوق العاده دایره لغاتش بالاست. قدیمیه. از اوایل 2000 الان داره کار میکنه. یه آلبوم داره به نام لیبر دیز، شاهکاره که کلاسیک، آلبومای کلاسیک آن این آلبوم واقعا آلبوم خوبی بود. این آلبوم واقعا آلبوم خوبی بود و خوبی هم داشت. یه آلبوم دیگه داره به نام اسکلفن، یه همچین چیزیه. اون آلبوم هم خیلی ترک داشت، زیرو. اون ترک هم باش خاطره دارم، اسمش یادم نیست، زیرو هم فلان. کلا امسی خیلی خاصیه. چجوری من تا حالا گوش نکردم؟ بفرست برام. من خیلی وقت گذاشتم توی پاپ سندس. آره پیگیر نشدم آخه. شاید فکر کرده بودم این اون یکی ایساپ راکه. ایساپ راکیه. آره. شاید فکر کرده بودم اون دانلود نکرده بودم. بعد برم اینو پیگیر. اونم رپر خوبیه، بد نیست. اما این آندرگراندی اون فرق میدونم، در کل دارم میگم تو رپرها به نظر من ایساپ راک واقعا عجیبه. خیلی قوله. آره. منو پشمان تایید. و آندرریتد اصلا کسی در مورد صحبت نمیکنه اونقدر. میگم من نشیدم، من یه کسایی شنیدم خودت اسمم گفتی 10 نفر لیسنر داره، ولی اینو اصلا خیلی خوب. خیلی ها هستن که تم آلبوم الکترونیکی بود ولی آندرگراندی کلا آلبوم به نظر من تو آلبومایی که امسال اومده این آلبوم واقعا آلبوم خوبی بود. واقعا آلبوم خوبی بود. ال پی با ماکس ترکیب شدن آلبوم برات جمع حالا شاید احتمالاً یه تاپ 10 گذاشتیم از آلبومای سال، هم 2023 هم 2024 براتون گذاشتم و قدیم زیاد میذاشتی. حتما میذارم. آره. و عذر میخوام که لینک های خورده اکسپایر شده. لینک ها رو باید دوباره از اول بذاریم. اینو بهم گفتن که لینک ها دیگه کار نمیکنه، دیگه باید درستش کنیم. و آلبوم ایساپ راک، اسم آلبوم بلک هول سوپرت، همچین چیزی بود اشتباه نکنم. سوراخ سیاه. من دارم همین کاورش رو میبینم. بلک هول ساپرت یه همچین اسمی دقیقاً همین. آلبوم عجیبی بود واقعا. لفظه. آره بیشتر لفظ. من تو این آلبوم با ترکای تنتن وینز، سند هلپ، آی سولد هیر و Unbelievable شنانیگنز. نه ژاپنی نیست. آره ترک آخر آلبوم بود، واقعا علاوه پروداکشن علاوه لیریک عالی بود. میگم اگر حالا شاید در فصل‌های آینده اومدیم کلا بعضی ترک‌ها رو براتون بررسی کردیم، این هست. اگر دوست داریم بگیم این آقا بررسی می‌کنیم، من ورس به ورس براتون بررسی می‌کنیم. از اونجا که خیلی زمان میبره ما این کارو نمی‌کنیم، فقط میگیم با چه ترک‌های حال کردیم یه ریویو کلی می‌کنیم. اما بخوایم ترجمه کنیم و بگیم زمان بیشتری میبره که ما می‌خوایم، چون پادکست چند تا بخش داره. آره من خودم معمولا ریویو می‌نوشتم، من قدیم تا الان سعی می‌کردم کلا نظر شخصی رو بگم. آره این ترک اوکی، نظر شخصی امضاش #RN بود. آره میدونستم یه کار علیه. آره میدونستم کار آقا. و ترک‌های مورد علاقه. آلبوم خوبیه. ترک 14، ترک 16، اوتروش چند تا ترک داره با استایل الکترونیک، صدای ملودی صدای نوار قلبه. خیلی قشنگه، خیلی فازش خوبه. اشتباه نکنم اون ترک خیلی فازشون خوبه. اسما رو ننوشتم ولی ببین کلا از 10 به آلبوم 8 میدم. پروداکشن خوبی داره. من آلبوم 9 میدم. اصلا خب آلبوم خسته کننده نیست. اون یه نمره تو لیریکالشه. ببین آلبوم در نظر نمیگیرم. آلبوم خسته کننده نبود. تو میتونی آلبومو چند بار بشنوی. آره اصلا فاز ترکو فرق میکنه. آلبومی که تو این 1-2 هفته شنیدم این از همه بهتره. واقعا عالی. امیدوارم که بهش توجه بشه. آره. حیف اگه واقعا توجه نشه. میگم پروداکشنشو خیلی حال کردم. یه سریش اصلا برام جدید بود. پروداکشن خوبی داشت. میکس و مستر چون آندرگراندی خورده نمیگیریم دیگه. به نظر من میکس و مسترش اوکی بود. در کل بخوام بگم. در کل ولی خورده بخوام بگیرم میشه گرفتی. بخوای سخت بگیری. ولی لیریکال نظر خودت اوکی. میگم کاش وقت میشد. واقعا من با این شخص خیلی حال میکنم. خیلی خلاقه. کلماتی که میاره خیلی جدیده و بری سرچ کنی. باید برم خودم پیگیر بایوگرافیش بشم. باید بری سرچ کنی. آره. ببین
قافیه آوردن، ما تو امسینگ داستانی داریم که میگیم هر کسی که قافیه غیر قابل پیش بینی تر حرفه‌ای‌تر و قافیه سیلاب بیشتر غیر قابل پیش بینی تر و سخت‌تر. درسته. قافیه سخت تو قافیه بیاری بارون، آروم، قانون، خانوم، اینا باتوم، اینا قافیه‌ای که تو پاپ هم هست، شراب خراب نمیدونم فلان، اینا به درد نمیخوره. تو داری رپ میکنی، بعد قافیه‌ای بیاری که قافیت غیر قابل پیش بینی تا حدودی. حالا بستگی داره، بعضی جا تو داری کورس مینویسی، تو کورس باید سعی کنی قافیه ساده باشه، تو ذهن مخاطب خوندنت قشنگ‌تر باشه. اما تو یه جا داری ورس داری مینویسی، من واقعا اعصابم خورد میشه. من برای همینه خیلی وقت فارسی گوش نمیدم، برای همینه، چون واقعا گوش میدم یهو میره تو مخم، یعنی چه چرت و پرتیه. شما منو میشناسین میدونین که من کلاس ندارم، نمیگم آره من خیلی خاصم فارسی گوش نمیدم. خب واقعا قویه لیریک. همینه، من از 96 تا الان رپ فارسی گوش ندادم. ترک به ترک برام فرستادن، رفیقام هستن کسی که رپ فارسی گوش میدن. جواد داداشم، جواد واقعا نه، جواد بچه اهوازه و سیدم استاد و اسطوره است. اما جواد داداش دعوتی تو این پادکست، خیلی دوستت دارم. جواد جان قدیمیای کار درسته. جوادی که از اعضای قدیمی هیپ هاپ سنده و جاش اینجاست، خیلی دوستش دارم. آدم مشتی بامرام، کلا بچه‌های جنوب بامرامن. دقیقاً. من هر چی جنوبی به پستم خورده خدا شاهده. نمیخوام بگم جاهای دیگه بده، نه، تجربه خودمو دارم میگم. من از همه جای ایران رفیق دارم، از شمال، از جنوب، از مرکزی. اما اون ما رفتیم اهواز حتی برای داستانی. آره طرف تا ما فارسی صحبت کردیم اما پول نمیگرفت، پول فلافل نمیگرفت. میگه برو بابا، برو ول کن، برو. ما رفتیم جدی شده بگو نمیگیرم. آره ما رفتیم شادگان اهواز، تقریبا 1000 کیلومتر از تهران دور بود. من اصلا فاز غربت گرفته بودم، ای خدایا. یادمه رفتیم بیرون، قدمی زدیم، بعد عادی شد. خیلی عجیب بود. حالا بیخیال، رفته بودیم اونجا سر داستانی. آره آره حتما خیلی بود. رفتیم اونجا و خیلی خوش گذشت. میگم مردم جنوب اصلا یه لول دیگه. من رفیقام خیلی حاجی جنوبی بودن، خیلی بود. بزرگ شدن باشون و راننده تاکسی اینجوری میکرد، میگفت بیا امشب با ما بد بگذرون، بیا بریم، همه چی هست. من خواستم پول بهش بدم، میگم من رسیدیم، گفتم خب بذار پول بهت بدم. نه باید یاد مرچنت افتادم. چرا اینجوری حرف میزنی؟ ویلکام بفرمایید. ببین یارو خیلی مشتی بود، میگم ببین هر چی میخوای هست. من نرفتم سمت خوزستان و اهواز اینجا، ولی چند سال سیستان بلوچستان زندگی کردم، شهر چابهار. آدمای درجه 1، خدا حفظتون کنه. هر جا حرف نه واقعا. مردم ایران همه یکن. یه ذره الان میبینید مشکلاتی که داره یه ذره اذیت میکنه. آره هست، این چیزا هست، اما ذات مردم ایران یکه. تو لس آنجلس هم دیگه ببینیم، نداش نوکرتم قلب منی، گل گیدن فلان. ولی خدایی دوست دارم برم یه سر، باید بریم اهواز شادگان به امید خدا. یکی از بهترین قهوه های عربی که من خوردم تو اهواز بود. ببین اصلا گرم بود اون تایمی که رفتین؟ نه اونقدر گرم نبود، فروردین بود. داره ملو بود، فروردین اردیبهشت بود. خیلی من نمیتونم گرم رو تحمل کنم. اونقدر گرم نبود. من توی آلاچیق بودم نشسته بودم، بعد یهو پژمان اومد. اولین باری که منو پژمان با هم مسافر رفتیم اون موقع بود. یادته چقدر خوش گذشت. دوران شبابی داشتین، 24 با هم یه ول بودیم. خیلی خفن بود. اصلا این پژمان اینجوری نگاه نکن، یک آدم اصلا مشتی، جدا تیمسار بابا مشتی. یعنی جدی میگم، ببین میگن آدما رو تو مسافرت بشناس، واقعا تو مسافرت شناختنش. آفرین. اصلا اذیتت نمیکنه، بهت گیر نمیده، رو مخت نمیره، قر نمیزنه، سخت نمیگیره. خوابشو اذیت نکن، اذیتت نکن. آره خوابش یعنی تنظیم باشه. سر ساعت بخوابه، سر ساعت بلند. بابا من تو اتوبوس داشتیم از اهواز میومدیم، خیلی خوبه، خوش اهمیت داشتیم. آره من تو نگاه نکن، 3 روز نمیخوابیم. ما رو شدیم ربات. بابا من داشتیم میومدیم تو اتوبوس، ما رفتیم از اهواز اومدیم اصفهان، شب بود. حلوا میخوردی؟ داشتم با خودم برات بیارم. بابا اینا رو اصلا ما رو یاد حاج حسین انداخت. حالا حاج حسین رو نمیگیم. حاج حسین که کسایی بود که تو دارخوین بود، شهره دارخوین گفته، یه همچین اسمی داشت. رفته بودیم اونجا، این بنده خدا برای ما غذا می آورد، شربت می آورد. و آره و یه چیزی هم بگم، اسمشو بگم داره اشتباه میگه. دارخوین یه همچین آره یه همچین چیزی بود. آقا طرف برامون خدا خیرش بده، برای ما چای آورد، چای راته چای آورد، بعد
اصلا این آدم انقدر خوب بود واقعا من داشتم شرمنده میشدم. دارم حسودی میکنم. یه بارم با ما بریم اهواز. اصلا بعد بریم بندر. اوه من رفتم اهواز، چرا من یادم نی؟ من با بچهای پادگان رفتم اهواز. بذار من اینو بگم خیلی خوبه. اوه چه داستانی بود. رفته بودیم اونجا، نشسته بودیم، اول غذا رو آورد، بعد شربت آورد، بعد چای آورد. چای رو آورد، سنگ کلیه داشته خودش به شما مایات میده بخورید. نه گوش کن. چای رو آورد، گفتم حاج حسین دمت گرم، زحمت کشیدی، خیلی لطف کردی. زحمت کشیدی حاج حسین، گرسنه‌ای دوباره برات بیارم، مرچن تعارف میکنی. حاجی آدمه، یعنی یکی از بهترین افرادی بود. اصلا انرژیش منو داشت روانی میکرد. انقدر 20 سال بود میشناختم. اینقدر این آدم مشتی بود. اصلا همینجوری مونده بودم. خدا شاهده. میان سال بود یا نه جوون؟ تایید کن حرف منو، خدا وکیل. میان سال چند ساله بود به نظر؟ فکر کنم 50 داشت حداقل. آره 10 بار بعدش زنگ زد چرا بگو بهش بگو در مورد حاج حسین بگو. ما بلند شدیم رفتیم از اونجا دیگه، یه نهاری خوردیم، یه وعده غذا خوردیم، یه استراحتی کردیم. اگه بچه داره خدا حفظش کنه. و خانواده شهید مذهبی، آدم عجیبی بود کلا. بعد دن سرویس چای رو آورد. یادم نیست، بگو من داره یادم میاد. من یادم رفته. آقا چای رو آورد. شد. خب فکر کن این همه زحمت کشیده وایساده که ما چای رو بخوریم. آقا من سرم آوردم بالا، داشت میگفت آره اینجا فلان به ما نمیرسن، فلان محرومیت اینجا، اینجوری داشت میگفت. اومدم چای رو بخورم، دیدم یه مگس اینقدر مگس افتاده بود تو چایی. حالا حاج حسین داره ما رو جی نکن. بخور تعارف میکنی؟ بخور بعدی رو بیارم. بخور. حاجی یه نگاه کردم با حاج حسین، یه نگاه مگس رو شنا میکرد، اینجوری داشت میکرد. مگسه بنده خودش هم متوجه نبود، اصلا حواسش نبود، مگسه افتاده بود. خدایا چیکار کنم؟ اینجوری کردم پژمان پاشو بریم حاجی، مگسه رو باید بخورم یا نه؟ بریم پاشو بریم. تایلند میرفتیم. حالا از اونور اصرار نرید کجا میخوای به سر؟ آره کجا؟ همینجا جا میندازم بگیریم بخوابین. آره عصر برین. واسه چی میخوایم بریم بابا؟ صفا داشته. خیلی صفا بود. ببین چند سال گذشته. چند بود؟ 98 بود رفتیم. 98 بود. آره 98 بود. همچنان قیافه این شخص تو ذهن منه. شماره‌شو دارم. اونجا نفهمید مگس توشه؟ نه اصلا حواسش حاج حسین مگس توش بوده نخورده. ما گفتیم نه دمت گرم، ما دیگه سنگین شدیم دیگه، می‌خوایم بریم، داستان داریم، می‌خواستیم ما رو ول کن بذار بریم. بخور بابا. تو رفته بودیم اونجا تو اتوبوس زنگ زد کجا این شب جا دارین، شب بیاین اینجا. انقدر آدمای عجیبی ان جنوبی. بخور مشتی چای رو همونجوری گذاشتیم مون. آره. اون بعدن دیده پشه رو، شاید ندیده، شاید زنش اومده جمع کرده ریخته دور. از کجا زنش دیده بهش گفته. خیلی واقعا خدا حفظشون کنه، جدی میگم واقعا. و جوادم ببین اینا که گفتم در مورد جوادم ست میکنه. جواد یه آدمه واقعا مشتی، خدا حفظش کنه. میگم حتما جواد تو پادکست میاریم به فضل خدا، حتما میاریمش. یکی از اعضای قدیمی پاپسنده است، جزو کسایی که اصلا یکی از منابع من برای شناخت رپ فارسی الان. گفتم من 96 سال گوش نمیدم، جواد میره سانکلاد در میاره، رنده میکنه میاد بیرون، میاد میگه اینا رو گوش کن، اینا اوکیه، نکن چجوری میارن، نکن چجوری مینویسن. منم مثل ترمیناتور اینجوری اینجوری مینویسم، اسکن میکنی تون اسکن میکنی تون. بعد یه نفر دیگه هم هست، داداشم امیر نجیب، رفیق دبیرستانم، رپ فارس رو جویده. اینجوری بگم تو هر کیو بگی میشناسه، این سورس هر کسی رو میگی منبع من. منظورت رنگ 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 10 میشه داداش. تو اصلا هر رپری میگی امیر میشناسه. دمت گرم، از همینجا دمت گرم. واقعا مثلا میاد میگه مثلا آره نسل فلان این آلبوم فلان بود، با آلبوم فلان حال نکردم، این آلبوم خوب بود بشنو، این فلان بود. و اینا واقعا دمشون گرم. توی هر چیزی 100 بذاری استادانه بری جلو، دمت گرم. کار منو راحت کردن این چند نفر و هستن. حالا علیرضا هم هست، کمک میکنن، به تیم دارن کمک خیلی کم، اما دمشون گرم. چون من حقیقتا حوصله ندارم گوش کنم، چون گوش میدم میبینم قافیه همه تکراری، فلو همه کپی از نمیدونم لیلگانا و از بقیه، حتی خیلی از پانچ لاینا کپی، محتوا کپی، همه چی کپی. اذیتشون نکن. اذیت نه تو بمیگی اذیت نسبت به اون چیزا نه. راحت باش. تو بمیگی اذیت راحت باش. یه بار ما رفتیم دو کوه طرف پادگان. خب واقعا لذت بردیم. هوا عالی بود، صبحش خیلی ولی شبا بهشت. به
ببین یه اشغال صفایی بود خدایی، جای اون رفیقا خالی. خدا حفظتون کنه کسی که با ما اومدیم رفتیم دوکوه. من اصلا نبودم، من پادگانم یه جا دیگه بود، تبعید شده بودم یه جا دیگه. بعد اونا اسم منو دیده بودن گفته بودن آقا فلانی رو بذارید بیاد. فرمانده من گفته بود شما همتون دردسرین، برید یه هفته نبینمتون، یه ذره پادگان ساکت باشه. اسم منو اونجا داده بودن. کله صبح فرماندهمون زد بیدارمون کرد، فلانی فلانی 2-3 نفر رو گفت بیاد دفتر من. اینجا ما 12-6 بودیم میخوابیدیم پادگان، 12 روز 6 روز میبندیم خونه. گفتم به رفیقم گفتم متی بدری داستان شد. گفت چرا؟ گفتم صبح ما رو بیدار کنه خبر خوب نداره برامون. یهو دیدم رفتیم گفت پای رکابی سفید نشسته بود پیرمردی اینجوری هیکل ورزش هم میکرد. الان شده فرمانده همون پادگان بزرگه. آپگرید کرده خودش. آره واقعا هم رفت بالا، خیلی به من حال داد، خدا حفظش کنه، دمش گرم. برگشت گفتش که به لطف خدا اسمتون به قید قرعه در اومده برای سفر دوکوه فلان. یه زدم به رفیقم گفتم ببین رفتیم اشغال. 1-2 تا پیام دادم به رفیقای لشکر، گفتم کی هست کی نیست. اون گفت من تو مترو هم، گفت من دارم میام. گفتم آجی اکیپ سمول سمومه، همه رو تیغ بزنی یا مورفین میریزه بیرون یا خشخاش میریزه بیرون. اصلا یه چیز مکافاتی بود واقعا هم اونجوری بود. رفیقام دژبانی ما رو نگه داشت، شدید نگه داشت. شروع کرد گشتن، چون من اونجا دعوام شد با یه بنده خدایی بود، منم میذاره حال مالم خوب بود، رفته بودم گفتم داغ بریم اونجا دیگه. بحثم شد با یارو، ما رو نگه داشت. هی هم رفیقام میومدن هی بیشتر میشدیم، شدیم نزدیک 15 نفر. نگرمون داشت، شروع کرد تفت داد گشت تا بند کفشو میگشت. همه خود ارشد دژبان اومد داشت میگشت. بعد رفتیم تو بودم یکی رفیقا در آورد. یکی انقدر غبار در آورد، یکی تریاک در. رفیقم با چسب دو طرفه از روی رونش تا نوک پاشو خطی شیره چسبونده بود. دارم مرز رد میکنه. رفتیم تو شروع کردیم ورق خدا ما رو میگیرن اینا. ولش کن میگه خدا اصلا یه افسرشه من گفت بابا این چی مطربه، شما چه به اهواز چه به اون چیز شهیدا رفتیم پیش این تفنگ مفنگا. بعد رفته بودیم روی این چارلول وایساده بودیم، رفیق محمد چه محمد جعفری داشتیم نشه حال مال خوب بالا از در اینجوری گرفته بود. اون یکی چه یه مکافات عجیب غریب بود. یه رفیق داشتم، ببین این داستانی که دارم میگم از شبی که توی اون پادگان ما مستقر شدیم که فرداش راه بیافتیم بریم، شروع کردن چاقیدن، بار کردن، اون شیره رو انداخت، اون نوشابه زرد میگرفت، دل دزدین، 2 بوکس نوشابه بزن، کیک بیار، میوه بیار، پاستور بازی کن. همه فکر کن دور تا دور اون نمازخونه خواب بودن. اون میگفت حاکم دله میگوید. یه مکافات واقعا هیچ وقت این سفر رو من یادم نمیره. فکر کن ما سوار اتوبوس شدیم بریم، یه لحظه یاد فیلم ترانسپورتر افتادم، جیسون استاتام زنگ زد هماهنگ کرد 2-3 تا وسیله تو حرکت پرت کردن تو اتوبوس نشستیم اشغال کردیم. رسیدیم اونجا عشق و حال میگیرن هم فکر کنم. نه دمت گرم تو همیشه هم گفتی دیگه عالیه. نگیرین بریم در مورد چند تا دیگه گذشته خاطرات گذشته. خداییش خدمت خاطره شیرین هر پسره. مدرسه یه لوله، خدمت یه لول عجیب غریبه. هر چی هم خدمت سخت‌تر اشغالش بیشتر. در مورد آلبوم راکیم صحبت کنیم. راکیم بعد از سال‌ها یه آلبوم داد، احتمالاً شنیدین. من با این آلبوم ریورس یا ریبورن؟ ریورس. من با این آلبوم حال نکردم. چرا حال نکردم؟ کلاً در مقایسه با کارهای دیگه تو دیسکوگرافی راکیم هیچ حرفی برای گفتن نداره. پروداکشن بعضی ترک‌ها خوبه. راکیم انگار خواسته یه پروژه بده همینجوری تو هر یادی کنن. آره تو هر ترک تقریبا یه ورس نیم ورس داره. ببین وقتی یه آلبوم میدی این یه چیزی که من نباید بگم، من مسلماً در جایگاهی نیستم که یه اسطوره مثل راکیم واقعا اسطوره است، اما به عنوان یه کریتیک دارم میگم، به عنوان کسی که منتقد دارم میگم. به نظر من وقتی تو میای بعد این همه سال، 2009 تا الان نده بود دیگه، وقتی میای بعد حدود چند سال، 15 سال، بعد 15 16 سال 20 25 آره. دیگه 16 آره. سال آلبوم نداره. بعد 15 16 سال می آلبوم میدی، میای یه ای پی میدی، با وجود اینکه اسم تریلی نمیکشه، اسم خیلی بزرگی داری، با هر کی بخوای کار کنی میتونی. آره. میای میدی به پرودوسرایی که اصلا اونقدر شناخته شده نیستن، در صورتی که میتونی با پیریم و با الکمیست و با هر کی اصلا راکیم بره به هر کی بگه برای من پروداکشن کن، نه بهش نمیگه، مگه اینکه از این نسل جدیدا باشه. همونطور که
لیل یوزیورت برای پریم نساخت که حال نمی‌کنم باش. شاید بعضیا از نسل جدیده شاید لیل یوزیورت داره پریم خودش پروداکشنه. برای پریم عذر میخوام. لیل یوزیورت وقتی پریم بهش گفتش یاره. ما بهش میگیم لیل گوزیچرت. این شخص وقتی که پریم بهش گفت برات بیت بسازم گفت نه من حال نمیکنم. پریم دست خیلی از تازه کارا رو اما گرفت. دریکی که خیلی بهش هیت میدن، دریک با پریم کار کرد. آخه داداش پریم اسطوره است تو آهنگسازی. آره. گنگستار بابا مگه الکیه. حالا بگذاریم در مورد پریم، اما به نظر من اول آلبوم من خیلی دوست فازش یاد سریال خواب و بیدار میندازه من. باید یا تو آلبوم آقا باید حداقل 10-15 ترک بگیم 16 ترک سال یه دونه میذاش کنار تمیز. آره میذاش کار کنار نکرده بوده دیگه. پروداکشن عالی. بعد خودش بعد سولو باشه. وقتی آلبوم میدی نباید بیا یه ورس بخونی 6 نفر ردیف کنی توی ترک. نظر منه. حالا شاید بگی نه داش تو کی هستی میای راکیمو نقد میکنی. نه من یه منتقدم. راکمه در اصلیه. راک بگه بخوام اینجوری بگی که داشت دیگه بگیم البل راکم ناز. اگه بخوام اینجوری بگیم آخه یه سریا خیلی خورده میگیرن از این تلفظ. بابا ما ایرانیمو همه چیزو به سبک ایرانی جلوه میدیم. آقا من از وقتی هیپ هاپو شناختم مثلا اینترنت بود تو ایران. اصلا اینترنت جدی میگم جی پی آر اس بود فکر کنم اونجا. آره اصلا نیومده بود اینترنت تو گوشی اونقدر و ضعیف بود. من اون موقع میرفتم با گوشی دکمه‌ای با سونی اریکسون میرفتم پی دی اف دانلود میکردم میخوندم در مورد هیپ هاپ. من برای اون نسلم. من تازه نیومدم میگم ناز نه نصیر جونز نه نصیره. من میگم نس. طرف میگه چرا تو میگی اسم یارو این پروداکشنش با پریم نسیز لایک. یارو اینجوری میکنه میگه تو میگی آنیکس اصلا خواستی هم من خورده بگیری. من که اصلا برام اهمیتی نداره اما اوکی باشه همون اون. الان خیال راحت شد. این یه چیز سطحیه. من یه بار این کارو کردم و بعدش فکر کردم خودم انگار به خودم توهین کردم که یه خورده در مورد خود هیپ هاپ صحبت کنیم. من یه تئوری بگم. توی 1988 اگه اشتباه نکنم راکیم یه آلبوم داره کاورش بنفش. توی اون کاور بنفش یه چند تا دونه خط بنفش پررنگتر افتاده نه روی صورت 98 رو میگی 98 رو میگی که دمستر رو میگی دیگه فکر کنم. آره دمستر سول آلبوم دوم چی دیگه راکیم. خب آفرین لحظه گفتم 88 آره خیلی قدیمی ولی اون موقع کار میکرد. آره کار میکرد اون موقع. آره یه خط بنفش خیلی پررنگتر به شکلی که انگار صورت کریتوسه. کرکتر این همیشه تو ذهن منه. روی صورتش روی چشمش افتاده اینجوری. من اصلا همیشه تو فکرم اینو میگم این از اون برداشت. اگه آلبومو بذارید ببینید خیلی جالبه. من نمیدونم یه تئوری برای خودم. چقدر اون آقا آلبوم طبیعتا این آلبوم خیلی قدیمی تر از اینه که سونی بخواد گادافور ساخته باشه. گادافور 2005 اومد. چون داشت اصلا بخوای فیس راکی رو در نظر بگیری یه تشابهی به کریتوس داره. بعد یه دونه راست میگه. یه دونه میدونی کود به تو یه بار نشون داده بودم این داستانو. پروتوتایپ از کریتوس بود که آبی بود. راست میگه. آره نسخه اولیه کریتوس اصلا آبی بوده. اینم بالاخره یه تئوری عجیبه. من تو ذهنم بود. آلبوم بعدی آلبوم ووتنگ. با آلبوم ووتنگ آقا حال کردی؟ آلبوم آخر ووتنگ اسم آلبوم بلک سامسون The Bastard Swordsman. چقدر شمشیر دوست دارن. یه ساموراییه دیگه. ووتنگ دیگه. ووتنگ شاولین. ووتنگ اصلا ووتنگ یه داستانش ووتنگ ویس شاولین. آلبوم حال کردی؟ نه من حال نکردم. حال کردی با آلبوم؟ در حد ووتنگ نبود. من بخوام ووتنگی رو بشنوم که استایلش همونه و تغییر نکرده میرم دهه 90 میشنوم. هیچ وقت نمیام ووتنگ جدید. استایل همونه. این آلبوم ووتنگ از آلبوم دسگا کانتینیوز ضعیف‌تر بود. 2016 اومد. آره امیدوارم آلبوم بعدی ووتنگ، چون میگم تقصیر ووتنگ هم نیست، تقصیر ماتماتیکس بود. چی بود اسم یارو؟ ماتماتیکس. ما انگلیسی بلدیم ولی همچین اسمی داشت. من واقعا با پروداکشنش حال نکردم اما خب دیگه زیاد صحبت کردیم. تا همینجا کافیه. دمتون گرم که شنیدین و دیدین. امیدوارم که روز یا شب خیلی خوبی داشته باشین. دمتون گرم. خدا نگهدار.